عزیز بازم با چند جوانی با استعداد سر کردیم. سلام علیکم لالا، خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ شما خوب هستین؟ سلامت هستین؟ خیرتی است؟ لالا من خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ سلامت هستین؟ خب از کجا آمدین؟ بیاین پیش بیاین. از شهر آمدین؟ آها بشکتون. مصروفیت ها چی است؟ والا مصروفیت ها نمی مکتب میریم و دیگه کورس میریم. بشکتون در مکتب صنف چند هستین؟ صنف 12 هستیم. صنف 12 مکتب هستین. آها بشکتون. در کدام مضمون علاقه‌مند هستین؟ والا مضمون کیمیا، ریاضی و فیزیک اینا که از دانشگاه خوب کاربرد داره دیگه. در کدام مکتب هستین؟ این مکتبش حوزه شهر. حوزه شهر زکور. آها بشکتون. خب درس ها چی رقم است؟ والا درس ها خوب است. خوب است. جایی که زندگی میکنی کجا است؟ دیوازار است. قهره دیوازار. قهره دیوازار است. آها واقعیت. خب چی آرزو داری؟ والا آرزوم است که در یک جای خوب بدرشم، امتحان کنکور باید. در کدام رشته زیاد علاقه داری؟ رشته تیب است. تیب. آها مرد باشی بخیر باشی قربانتون. سلامت باشین. اگر کدام گفتنی داریم به وطن داری عزیز بفرمایید. گفتنی هم است که درس بخونن و همین اونده وطن شوند دیگه. از این کارو باری چی جور نمیشه. بله و دوستای عزیز بخونن، درس بخونن، آینده وطن هستن جوانا دیگه. خیر برو بخیر بری، سلامت باشی قربانت.